سرخط مهمترین خبرها: شرح یک نماینده شبکه‌های تقسیمات برق درباره قطع برق. در تاجیکستان جنایت تجاوز به ناموس زیاد شده است و مقامات تاجیکستان گفتند که به اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس پیوستنی نیستند. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 سپتامبر سال 2025 است. یک نماینده شبکه‌های تقسیمات برق به رادیوی آزادی تصدیق کرد که در بعضی منطقه‌های کشور برق را موقتا قطع میکنند. این مسئول شبکه‌های برق که بدون ذکر نامش با ما صحبت کرد گفت با مقصد تعمیر خط‌های انتقال و دستگاه‌ها اساساً شبانه برق را خاموش میکنند. این در حالی است که ساکنان از ولایت‌های ختلان، سوق و ناحیه‌های تابع مرکز شکایت دارند که دوام یک هفته اخیر با محدودیت یا لیمیت برق میگیرند. و گفته ساکنان روزانه از ساعت 8 تا 17 و بیگاه از ساعت 21 تا صبح برق ندارند. همصحبت ما در شبکه‌های تقسیمات برق جمهوری دقیقاً نگفت که کارهای تعمیری کی به انجام میرسند. او تنها گفت که قطع موقت برق حداقل تا آخر ماه سپتامبر دوام میکند. با وجود شکایت ساکنان از قطع برق، هیچ مقامی رسمی از جمله شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های تقسیمات وضع را رسما شرح ندادند. مقامات در گذشته قطع برق را به تعمیر دستگاه و خط‌های انتقال ربط می‌دادند که برخی ها به آن باور ندارند. ساکنان میگویند که بدون آگاهی قطع کردن برق زندگی آنها را مشکل کرده است. این هم شکایت یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه دنغره. دولتی ما نداریم، نسایید نیست. نسایید ما نیست. ناحیه دنغره دهه 20 ای ساعت 4 تا 8 میکشن، بیگه ساعت 6 تا 9 میکشن، چون که قرار سوید تازه برآمدگی نیست. همساله با فرارسیدن فصل تیر ماه در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت برق جاری می شود. به جز پایتخت و مرکز ولایت ها، ساکنان منطقه های تاجیکستان در فصل تیر ماه و زمستان با محدودیت برق می گیرند. کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی که قرارگاهش در لهستان است، مرگز عبیدالله رازق، عضو پیشین ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را نتیجه در شرایط بد نگاه داشتن مخالفان حکومت گفته است. این سازمان 24 سپتامبر در اظهارات گفت که تعقیب مخالفان و نگاه داشتن آنها در شرایط غیر انسانی باعث چنین فاجعه ها شده است. مقامات تاجیکستان بین اظهارات واکنش نکردند و درباره سبب‌های مرگز عبیدالله رازق در زندان چیزی نگفتند. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه صبح 24 سپتامبر در سن 83 سالگی در زندان شهر وحدت درگذشت. به گفته نزدیکانش، عبیدالله رازق تا زندانی شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی از جامعه جهانی دعوت کرده است که برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در تاجیکستان تدبیرهای جدی اندیشند. مقامات تاجیکستان بودن زندانیان سیاسی را در کشور رد می‌کنند. امسال جنایت تجاوز به ناموس و یا قصد تجاوز در تاجیکستان بیشتر شده است. آژانس آمار در گزارش تازه‌اش میگوید که در 8 ماه سال روان 31 مورد تجاوز به ناموس ثبت شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 10 مورد یا 47% بیشتر میباشد. هنوز معلوم نیست که سبب یک بار زیاد شدن حالت‌های تجاوز به ناموس در چیست. مقامات قدرتی در این زمینه هیچ شرحی ندادند. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه‌های افزایش این موردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان‌های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن رسما شکایت می‌کنند. خدمات فدرال امنیتی روسیه میگوید یک شبکه غیر قانونی را آشکار کرده است که به مهاجران سندهای قلبکی میداد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، این شبکه از 3 نفر عبارت بود و آنها قصد داشتند که به یکی از کشورهای آسیای مرکزی فرار کنند. منبع میگوید که گمانبران در ولایت‌های نوسیبیرسک و پتروپاولسک برای مهاجران سندهای قلبکی از جمله رسید درباره پرداخت مبلغ پتن میدادند و مهاجران با این سندها در ساختمان‌های منطقه کامچاتکا کار کردند. خدمات فدرال امنیتی روسیه یا FSB درباره افراد بازداشت معلومات زیاد نداده است. در خبرنامه رسمی تنها ذکر شده است که نسبت این 3 نفر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی باز کردند. همچنین نسبت مهاجرانی که با سندهای قلبکی از این افراد گرفتهشان کار کردند با اتهام استفاده اسناد ساخته پرونده جنایتی باز و آنها را در بازداشتگاه موقتی جای دادند. در گذشته هم مقامات روسیه از بازداشت افراد خبر داده بودند که برای مهاجران سندهای قلبکی درست می‌کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را
به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد. اما شرف رحیمی، سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان به نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ با سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست. در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست‌هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم، یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیت آن را، یعنی نشست سران دولت‌های را برگزار خواهیم کرد در دوشنبه. این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب‌های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد. رد شدن این موضوع در حالی است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزنویس میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست‌ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه اوگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ذوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می‌سپارد. محمد شمس‌الدینوف، کارشناس روابط بین الملل، از دوشنبه میگوید که چند عامل با عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می‌شوند. اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصاد خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی. موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبانها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتر گروه‌های طرفدار از حساب دانشمندان، رسانه‌ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی‌دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش‌ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می‌آموزد. توماس بارک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان، میگوید که اسرائیل و سوریه به یک سازش برای کاهش تنش نزدیک شدند. با گزارش خبرگزاری رایترز، توماس بارک روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت بر اساس این سازش اسرائیل حمله‌های خود را قطع می‌کند. او افزود که سوریه هم موافقت کرده است که هیچ اسلحه، تجهیزات وزنین و ماشین‌های جنگی را در نزدیکی مرز اسرائیل نداشته باشد. بارک همچنین گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی دست یافتن به سازش بین
اسرائیل و سوریه در این هفته بود، اما بنابر به دست نآمدن پیشرفت‌های ضروری و رخصتی‌های سال نو یهودی از سرعت گفتگوها کاسته شد. پیش از این احمد الشار رئیس جمهوری سوریه دست یافتن به یک سازش امنیتی بین کشورش و اسرائیل را برای امنیت سوریه ضروری خوانده بود. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 25 сентябри соли 1789 Конгресси Амрико феҳристе аз лоиҳаҳои қонуни конститутсионӣ дар бораи ҳуқуқи инсонро пешниҳод кард ва 2 сол баъдаш 10 лоиҳа ба қонуни асосии ин кишвар ворид гардид. Ин 10 тағйири конститутсионӣ ки барои ташаккули баъдии як кишвари ҳуқуқбунёд ва ҳомии ҳуқуқи шаҳрвандонаш мусоидат карда то имрӯз бетағйир мемонад, аз ҷумла озодии баён, додгоҳҳои одилона, ҳимояти ҳуқуқи гумонбаршудаи ҷиноят ва дигар ҳуқуқро барои шаҳрвандон ва сокинони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фароҳам мекунад. 25 сентябри соли 1935 бо як қарори ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ ки иқтисоди дастурии нақшавиро ҷорӣ карда буд, нархи нон ва чанд навъи хӯроквории асосие мисли орду гандум, маҳсулоти макаронию биринҷ ва ғайра поин оварда шуд. Нархи нон дар ҳама фурӯшгоҳҳои паҳнои Шӯравӣ ки сиёсати воҳид ва ягонаи давлатии нархгузорӣ ба хӯрокҳои стратегиро пеш мебурд, то 54% кам карда шуд. 25 сентябри соли 2020 дар Лаҳистон ё Полша як созмони дифоъ аз ҳуқуқи инсон таъсис ёфт ки ба номи вакили зиндонии тоҷик Бузургмеҳр Ёров гузошта шуд. муассиси он Ҷамшед Ёров гуфт, созмони ба номи бародараш ба масъалаи маҳбусони сиёсӣ расидагӣ хоҳад кард. Бузургмеҳр Ёров соли 2015 баъди изҳори омодагиаш ба ҳимояти ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ зиндонӣ шуд. бо вуҷуди ин ки ӯ ҳамаи айбномаҳоро бо далелҳо рад кард, додгоҳ ӯро аввал ба 28 ва сипас ба 10 соли иловагии зиндон маҳкум намуд. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 113 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 935 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 25 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خدا نگهدارتان.